یکی از دستگاهی که بیشترین استفادهش برای اسکارهایی که در اثر جراحی، در اثر تصادفات یا به هر دلیل ایجاد شده، بیشترین استفاده این دستگاه اینه. این دستگاه یه سری سوزن خیلی ریز داره که وقتی ما می‌ذاریم رو پوست داخل میشه و باعث میشه که خون رسانی و کلاژن سازی پوست خیلی بیشتر و بهتر بشه. معمولاً برای بحث اسکارها 6 تا 8 جلسه نیاز هست که مراجعه کننده بیاد مطب و این کار رو انجام بده. منتها استفاده‌های دیگه هم داره. یک برای بحث جوانسازی، چون عرض کردم کلاژن سازی و خون رسانی رو بهتر میکنه. کنارش با مزو استفاده میشه، بهش میگن مزونیدلینگ، که در شما وقتی میخوای داروی استفاده کنی، مثلا مزوی سر، این دستگاه رو با داروی مزو استفاده میکنیم، جذبش رو خیلی بیشتر و سریعتر میکنه.